من یه روز بیکار شدم، خواستم برم بازی آفلاین کنم. چه کسچری آخه. چرا یه بازی خوب پیدا نمیشه؟ این چیه؟ که فهمیدم چقدر دلم برای بازی قدیمی تنگ شده. رفتم گوگل، هرچی بازی که باهاش خاطره داشتم و ریختم. الانم تو این ویدیو میخوام تحلیل و بررسیش کنم. ما الان جمعی از اسطوره ها رو داریم. آهنگش چرا پخش نمیشه؟ من این بازی رو فقط به خاطر آهنگش ریختم. این چرا داره سکته میزنه؟ این چی؟ سرعت بازی چرا انقدر زیاده؟ این با چی میره جلو؟ تنظیماتش نور صفحه داره ولی سرعت بازی نداره. آقا دوباره جنگ ایران و آمریکا شروع شد. اینترنت ها رو قطع کنید. دوبله. آخه من از این بازی دو بودی چه کانتنتی میتونم در بیارم؟ کال آف دیوتی خرکیه. تو دور زمانه‌ای که همه دارن وارزون پلی میدن، من دارم یه بازی دو بعدی پلی میدم. بله مرسی. چجوری بازی رو سانسور کردن؟ من همیشه از این سکانسش میترسم. ولی قبول داریم بازیش از الدن رینگ بهتره؟ معلومه که نه. من هنوز نفهمیدم توی این بازی ما داریم چه غلطی میکنیم. تنها چیزی که فهمیدم اینه که ما باید یه چیز گردی رو بکنیم توی یه دونه سوراخ. چه حرفی بود نزدم؟ آب شره. چجوری اون زمانی همچین شاهکاری رو میساختن؟ داستان این بازی اینطوریه که ما یه هیولا رو میکشیم، بعد به واقعیت تبدیل میشه. بعدش خودمون رو میکشیم تا بریم هیولا رو شکست بدیم. خب چرا یه فنبوی ژاپنی نکشیدی؟ میخوام چیت بزنم این نمیشه. یه شد. یه ذره سود کردم. خب از پایین میرم. چه کاریه؟ کل اینا رو میخوام آتیش بزنم. پول داد. نه من نجاتش میدم. دوست دختر دارم. برعکس زندگیم. خب یه اتوبوس پر از بچه آتیش بزنم. شاهکار اصلی اینجاست. چقدر دلم واسه این بدبخت میسوخت. تنها چیزی که میخوان یه دونه گله. دقیقا مثل من که تنها چیزی که میخوام یه دونه فنبویه. رو دست این بازی معماییه نیومده. کاری که باید کنیم اینه که این یه دونه رو بزنیم. اینی که روش نوشته اچ.